مرد صاحب اویله و فرزند بود. با این شکر نکرده بانوان را با دام خود میغلطان. رفتار نوجوان مردانه او سبب شد که همسرش از پس او نظارت برد. واقعا همسر او از پس شوهر خود نظارت برده دچار حادثه گردید که جان از وجود او گویا بیرون شد. در باغ همسر خود را دید که همراه جوان زن سیر و گشت دارد. جوان زنی را با حیله و نیرنگ خود، با حرفهای عاشقانه خود به دامش افکنده است. این زن به حالت آمد که من باید امروز اثبات سازم که تو نامرد هستی. به اختیار با همسر خود زنگ زد و مرد او در حیرت ماند. از دوست داشته‌اش پرسان شد یک دقیقه منتظر باش، پدرم زنگ میزنند. ولی همسرش از بلندی گفت اگر که تو نمیخواهی من را دیدن، من با آوازی بلند فریاد میکنم که من اینجایم، تو شوهر من هستی. مرد از دیدن این منظره جان از وجود او گویا بیرون شده باشد. زن با گپ‌های خود ادامه داد تو فراموش نکن، تو یک پستی، تو یک نامردی، تو نفری هستی که در زندگی قدر و قیمت زن را نمیدانی. و دوست داشته‌اش اینها را دیده در حیرت شد و به دل خود گذران. این گفت من اویله دار نیستم. ولی همسر او چله نکاحیش را به زمین انداخت و با آوازی بلند گفت از همین روز اعتباراً تو برایم قدر نداری. دوست داشته‌اش این حادثه را دیده دیگر طاقت کردن نتوانست. آمد به نزد این نوجوان مرد، شپاتی بر رخسار او زد و او را پدرود گفته رفت. ببینید، بعضا ما تصور میکنیم که با این رفتارمان منفعت میبینیم، ولی برعکس ما یک نفر را نه چندین نفر را از دست میدهیم. عجب نامرد ها دارد زمانه، بسر تا که بدل فعل زنانه.